در مورد پرپریشن برثدی تولدم، میلاد جون اینجا یه دونه گل فروشی پیدا کرد که باشه چشم که فردا گل بگیریم واسه تولدم. خوشگله، طبیعیه. بچه ها این مغازه کیک فروشی که از سوسو نمیدونم چی که از 2010 باز شده، نگاه کنید علاوه اینکه این همه آدم داخلشه تا اونجا ته کوچه صفه و خیلی هم خریدن و دارن نوش جون میکنن. من و میلادم میخوایم از اینجا کیک بگیریم واسه تولدم که فردا هست. کیکاش هم خیلی خوشگل و خوشمزه است به نظر میرسه، چون که من کیکای خامی و شکلاتی دوست ندارم. خیلی خوشمزه به نظر میرسه. خب ما اومدیم تولد نیکی گندولا. اینم تولدش. تولد مبارک عزیزم. کجا هستیم؟ اینم ریالتو بریج. همسرم تولدت مبارک عزیزم. تولدمه میلاد جون، مرسی. این گندولای زیبا رو اجاره کردیم، سفید و خوشگله. دقیقاً روی همین گرند کانال هستیم، کانال بزرگ اصلی آبهای ونیز. اینم برج معروف ریالتو هستش، ریالتو بریج. مرسی. آره بعضی وقت میگم برج قاطی میکنم، ولی این پل دیگه. خیلی نزدیک بریج ریالتو شدیم، پل ریالتو. مرسی. الان این طرف ریالتو بریجیم، همون گرند کانال، یعنی کانال اصلی ونیز. خدا رو شکر هوا فوق‌العاده است. این گندولا هم سفید و خوشگله. از قصد این سفید و خوشگل رو انتخاب کردیم. گشتی پیدا کردیم. آره. اینم اومدیم این وره پل. خیلی زیاد. ممنونم ازت. تولدت مبارک عزیزم. اینم گندولا ها. بریم برمیگردیم. اینجا هم که همون جایی که بودیم. اینم همزم. تولدت مبارک. عاشقتم. اینجا جاتون سبز، اومدیم کافه برداشتیم. میلاد جون ممنونم. آره بعد دقیقاً رستورانی هم که نشستیم کنار بریج ریالتو هستش، پل ریالتو. اینایی هم که اینجا نشستن همشون به من تولدمو تبریک گفتم. خیلی مهربونن. از کارمندای اینجا هم همشون واقعا فرندلی و مهربون. انقدر از این کنار ما آدم رد شد تولدمون منو تبریک گفت. واقعا من اصلا خجالت هم خوشحال شدم هم دیگه خجالت میکشم که بخورم این کیکو. آره برای همتون آرزوهای خوب دارم. آمین که همیشه سلامت و شاد باشین.